این بار میخواییم بریم سراغ یه پدر تنها از مازندران، پدر پیری که سالهای سال لابلای این آوار زندگی میکنه. این عکس‌ها رو از مازندران برای ما فرستادن. مثل این که خونه پدرمون اینجاست. گفته بودن در ورودی هم نداره حتی. بابا جان سلام. بابا جان. بابا جان سلام. همه چیو سفارش دادیم اما فعلا نمیذاره شروع کنیم. باور نمیکنه که یه عده اومدن کمکش. اینا بگیم درود بگرم میام الان. چشم. چند ساعتی میشه اینجا خوابیده. منم دارم میرم اما دلم نیامد بیدارش کنم. با خودم گفتم بذار صبح که شد فکر کنه این 2-3 روز رویا بوده. خودش ببینه اونور اتاقش، آشپزخونه‌اش، خونه‌اش، همه چی کامل شده. مراقب خودت باش بابا جان. خونه نوت مبارک.